سلام مهربونا، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم اولین آموزش رو شروع کنیم. ازتون میخوام که تحت این شرایط فیلم ها رو برای کسی ارسال نکنید، امانت دار باشید. ببینید، ما امروز میخوایم کاراکتر دختر مونارنجی رو توی ورژن دیگهش آموزش بدم بهتون. ما میایم برای شروع از چند تا خط هلالی برای صورت کاراکترمون استفاده میکنیم و صورت کاراکترمون رو میکشیم به همین آسونی. ببینید زیاد لازم نیست دقت به خرج بدین یا سخت بگیرید. خب برای موهاشم از 2 تا خط هلالی که به صورت حالا اینجوری پایینی که حالت فرق وسط موهاشو براش فرق میذاریم و میایم به صورت موجهای دریا بقیه موهاشو میکشیم. ببینید حالا ما لزوما نمیخوایم که شبیه این در بیاد، میتونیم مثلا موهاشو بیشتر، موجاشو بیشتر بکشیم، میتونیم کمتر بکشیم، حالا هرچی سلیقه‌ایه. برای این خطایی که من روی موهای کاراکتر مونارنجیمون گذاشتم میتونیم مثلا برای این یکی هم استفاده کنیم، ولی بعد اینکه رنگ کردیم بیشتر خودشون رو نشون میده این خطا. حالا ما براش میذاریم که حالت موهاش زیاد ساده نباشه، قشنگ تر دیده بشه. بعد میایم براش بینی میکشیم، از بالای قسمت این فرق موهاش میایم یه خط میکشیم و خط اینم نیم دایره. ببینید حتی بینیش هم با یه خط نیم دایره میتونیم بکشیم. چشماش هم حالا میتونیم چشماش باز باشه، میتونیم چشماش بسته باشه، هم میتونه این شکلی باشه، هم میتونه مثلا من اینور براتون میکشم، هم میتونه چشماش به این صورت باشه یا 2 تا خط مثلا خط ساده. بعد میایم براش لپ میذاریم، 2 تا گردی که خیلی آسونه و یه لباش هم حالا ما میتونیم مثلا ببین اگه این صورت کاراکترمون باشه، صورت دخترمون، میایم مثلا میتونیم چشماشو که اینجوری گذاشتیم دهنشو میتونیم مثلا این شکلی بذاریم، یا میتونیم مثلا خوشحالش کنیم و حالت نیم دایره بذاریم، یا حالا به صورت ناراحت، غمگین، هرچی. من میخواستم دخترم خوشحال باشه و برای همین به این صورت کشیدم. برای گردن کاراکترمون ببینید من الان از پاکو میخوام استفاده کنم، چون که این قسمت گردن رو من مو آوردم. ببینید اصلا اشکال نداره، حتی شما هم میتونید قشنگ پاک کنید و به راحتی بکشید. میایم با 2 تا خط حالا حالت مثلثی شکل میایم گردن دخترمون میکشیم. میتونه لاغرتر باشه، میتونه چاق باشه، فرقی نداره، اینم باز سلیقه‌ایه. برای لباسش هم میایم یه دونه خط باز نیم دایره هلالی شکل میکشیم و میایم ادامه لباس رو به این صورت با چند تا خط بازم هلالی شکل میایم پایین. حالا میتونید شما اینجاشو مثلا لباسشو به صورت پفی کنید، میتونید مثل من صاف بکشید و مدل‌های مختلف.